سوال میکنند دوملا گوشتی خوک حرامه یا حرامه. چرا حرامه؟ برای اون که خداوند متعال حرامش حکم کرد. میگه برای چی خداوند رو حرام حکم کرده باشه؟ ای بچه تو گفتی سوالم کو تحقیق است، همیت دهن گپ قطع جوابش بگو. و من تا آیت قرآن آوردم گفتم خداوند حرامش کرده است، چی قدر میمون بازی میکنی؟ با مجبور میشه بعد دلیلای عقلیش بیاری که سببای عقلیش نه خیلی است. برای مسلمان مگر همین کافی نیست که خداوند حرامش کرده است؟ از این دلیل قطعی تر میشه و پیدایی حق ننگی دلایل نپسندد. خورشید نه چیزی است که جویی به چراغش. حضرت میرزا عبدالقادر بیدل که مسلمان حقیقی بود میگه برای اثبات وجودیت خدا دلیل آوردن ای بای ننگای. همین برای بدن آفتاب هم دلیل میکنه. شما آیا همین خورشید به چراغ ما میکنه که در کجای آفتاب تابانه؟ و وقتی که خدا حرامش حکم کرد همین برای تو کفایه نیسته. چرا درهای دوزخ 70 تنه؟ خیلی میگو ای برادر خداوند هم درهای دوزخ طبقه های دوزخ 7 کرده است. 70 تا برای اون نکرده است که جان شما عذابی بد نکوه و 70 طبقه با آدمش زیادتر میشوه. برای چی در دوزخ جنت 80 تنه؟ آخه شرط نیست که تمام حکمت های خدا را بدانی. عقل در کار شرع نابیناست، عاقلی کاری بو علی سیناست. ای بس در شریعت خیلی سوالای بی معنی کردن درست نیست اصلا. آخه این سوال اگر یگان خیتایی کنه یگان هندی گوپرست کنه خیلی میگوی که این جوانمر به قرآن باور نداره، به حدیث باور نداره، به ید دلیل عقلیش بیارم. اون خب برای مسلمان دلیل عقلی بیارم. ما که الحمدلله قرآن داریم مگر برای ما همه دلیل قرآنی کفایه نمیکنه؟ ما که الحمدلله هزارها حدیث حکمی داریم از احکام مگر برای ما همه حدیث ها کفایت نمیکنه؟ باز دلیل عقلی میکنیم. از این خاطر ترتیب طریقه سوال کردن از حضرت جبرائیل به آموزه. گفت یا رسول الله اخبرنی عن الاسلام، خبر ده مرا از اسلام، از اسلام مرا خبر کن. همه هفته اخیر در مسئله لباس زرد سرخ هم نه به نهایت سوال زیاد شد. سوال میکنن دوملا لباس زرد پوشیدنش درست است؟ بله دادر جان درست است. خیلی آخی پیغمبر گفت است لباس زرد نپوشه. تیگه پا از کجا میگوی دادر جان که پیغمبر گفت است که لباس زرد نپوشه؟ من در حدیث خوندم. کدام حدیث کو گپ زن؟ ای کدام کتاب؟ نه ای کتاب نخوندم، از یک دیسک گوش کردم شنیدم. سبحان الله. آخه نباشه که سفسطه نگو، بگو که دوملا پوشیدن لباس زرد درست هست؟ من ترا جوابت بگم. حتی یک تش میگه دوملا میگن همین بیژوی پوشیدن حرامه، لباس بیژوی، رنگ بیژوی. کی گفت است دیگه؟ پا آخه در کتاب حدیث اومده است کو؟ نه خود در همون کتاب حدیث بیژوی اومده باشه. همین رنگ بیژوی همون زمانا بود. ای خدا جان شما را مست کنه. آخه این بیژوی را عصر 20 برو آوردن. او چیزی که در حدیث اومده است باز یک بار دیگه تاکید میکنم بچو، رنگ معصفر است. معصفر او حدیثایی که دایر به زعفران ضعیفن. همین رنگ معصفر نهی کردن پیغمبر صلی الله علیه و سلم ثابت شده است. همچنین رنگ زرد نه، رنگ سرخ، حمره. ما 2 هفته قبل از این برای شما در همین موضوع مفصل گپ زده بودیم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که رنگ سرخ زینت شیطان است، از رنگ سرخ اجتناب ورزید. اما در برابر این حدیثای را آوردیم که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم لباسهای سرخ می پوشید. حتی در حجت الوداع در سال آخر حیات پیامبر، سال 10 درستش، در مینا
صفت پیغمبر میکنن که در بر لباس سرخ داشت، جامعه سرخی بسیار زیبنده پوشیده بود. از همین خاطر ما برای شما بیان کردیم که رنگ سرخی که با معصفر رنگ شده است، اکثر محققا میگن همون رنگ است، ممنوع، همون رنگ است که پیغمبر نهی کرده است. اما این سرخویی که به کرسکه میشوند، از اینا پیغمبر صلی الله علیه و سلم نهی نکرده است. بعضی دیگر از محققان میگن که رنگ سرخ در ابتدا ممنوع بود، نهی شده بود، بعدا پیغمبر صلی الله علیه و سلم خود پوشید و همین پوشیدن رسول الله صلی الله علیه و سلم دلالت به جایز بودنش میکند. بعضی های دیگر گفتیان از جمله ابن قیم جوزیه که رنگ سرخی یک لخت پیغمبر نهی کرده است، یعنی اگر لباس پر از رنگ سرخی بارد باشد، اما اگر خطهای سیاه داشته باشد، خط باشد، در اون صورت بوکی ندارد. دیگر رنگ دیگر رشته ها داشته باشد، بوکی ندارد. اما این قول امام شوکانی بالکل رد کرده است. میگه اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم از ما و شما دیده زبان عربی را بهتر میدونستند. اگر که مخطط میشد، در اون صورت نمیگفتند که حمره سرخش نمیگفتن. آدم که سرخ گفتن، پس همین سرخ مطلق هم پوشیدنش درست است، به شرطی که با معصفر رنگ نشیده باشه. امروز کو معصفر؟ امروز شاید 99% مردم این سرزمین معصفر را نشناسند که چی از خودش. یک گیاهی مخصوص بود از برای رنگ کردن، همون را می جوشاندن و آبش می گرفتن، در رنگ کردن لباس استفاده می بردن. از همین خاطر لباس خواه سرخ است خواه زرد است، پوشیدن بگیره، ممنوع نیست برادرای عزیز. این الله جمیل یحب الجمال، خداوند زیبا است، زیبایی را دوست می‌دارد. از همون لباس سفید تنگی در تنه چسبیدگی، هزار یک رنگ نوشتگی ده، همه لباس سرخ کشادی نازنین پوشی یا زرد کشادی نازنین 100 بار بهتره. گفتیم که اسلام دین زیبایی است، زیبا و خوشرو پوشه، ختونه زینت بتین. اگر به خاطر تکبر نباشه، هم لباس پوشی تو برای زیبایی باشه، برای آن که خدا را خوش بیایه. وقتی خداوند نعمت خدا در یک بندش میبینه، وقتش خوش میشوه. در این حالت هیچی باقی ندارد. این الله یحب ان یرى اثر نعمته علی عبده، خداوند دوست می‌دارد دیدن اثر نعمتش در بندش. یک بزرگ میگه تجمل بالثياب ولا تبالی فإن العين قبل الاختبار. تجمل بالثياب، لباس زیبا پوش، پروا نکن، زیرا که چشم همیشه پیش از خبر است. اول به چشم میبینی، به عقل میبینی. در حدیث آمده است، امام بخاری روایت میکند، راوی حدیث حضرت ابو هریره است، راوی امت اسلامی. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود: این العبد لیتکلم بالکلمه من رضوان الله لا یلقی لها بالا یرفع الله بها درجات. گفت انسان یک سخن میگوید که در او رضای خدا است، یک کلمه میگه که باعث خوشنودی پروردگار میشود، به همون سخنش هیچ اعتنا نمیکنه، پروا نمیکنه. خیلی گفتم ده خداوند شایسته همین سخن است، در صورتی که خداوند به واسطه همون کلمه گفتگیش درجه های او را بالا میکنه، نزد خدا محبوب میشود. و این العبد لیتکلم بالکلمه من سخط الله لا یلقی لها بالا یحوی بها فی جهنم. و با درستی که انسان یک سخن میگوید، یک کلمه به زبان میراند که در او خشم غضب خدا نهفته است، گپ ناجا است، گپ ناشایسته است، اعتبارش نمیته، اعتنا نمیکنه، در صورتی که به سبب گفتن همون کلمه خداوند این بنده را در دوزخ میاندازه. اکثر کفر زبانی است برادرای عزیز،
کفری که به زبان گفته می شود. بسیاری مردم نفهمیده و ندانسته، بعضیا شاید دانسته از بس که کافر واقعی هستند، سخنای کفر به زبان میرونند، یک سخن به زبان میرونند که به همون سخن گفتگیشو الکی کافر میشوند، از اسلام خارج میشوند. با اگر خدای نکرده کسی بگش که بدبخت کافر شدی از نو کلمت عرضه که دماغش میسوزه. ای مردم، حکم شریعت یگان دوملا یگان عالم از پیش خود کرده نمیتونه. این احکام خدا و پیغمبر خدا تعیین کردین، حلال و حرام معین کردین، الفاظ کفر معین کردگین. وقتی که تو او سخن کفر گفتی، آخی تر خدا و پیغمبر وقتی حکم به کفر کردن، چرا از گوینده ملال میشوی؟ چرا از واعظ از عالم ملال میشوی؟ از خودت ملال شو ای جاهل. مادام چیزی را نمیدونیم بهترش به زبان نرانیم تا زمانی که نفهمیدیم، تا زمانی که درک نکردیم که همین فایده داره یا منفعت فایده دارد یا زیان و ضرر. زبان بریده به کنج نشسته صم بکم، به از کسی که نباشد زبانشان در حکم. صم کر میگن، بکم گنگه. اگر کرگنگ در یک گوشه نشسته باشی بهتر از آن است که زبان در حکمت نباشه و هر سفسطه از زبان تو خارج شدن بگیره. شیخ سعدی روایت میکند یک مرد میگه خونش دست زد، مال متاعش همش بردن. فرزنداش نزدش خان گفت بچه ها التماس ای زبان تو با نبروید در پیش مردم برای شکایت کرده که خانه مونه دست زده است و متاع زیایی ما را برده است. یک پسرش گفت چرا ای پدر، آخی چی ممانعت است؟ با مردم بگیم چی زیان داره؟ گفت هاز یک بلا ای، اگر با مردم که گفته دو بلا می شود. اگر هازی نقصان مال باشه با مردم که گفته با شماتت دشمنا و شماتت همسایه می شود. الحال نقصان مایه است، بعدا هم نقصان مایه و هم شماتت همسایه می شود. ببینه مگوی اندوهی خیش با دشمنان، که لا حول گویند شادی کنان. غم اندوه تا میگه هیچ وقت با پیش دشمن نگو. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم میگه و دلش هم که خرسندی از که هرچی مولاش دست دیدن، هرچی به بلا گرفتار شد. از همین خاطر من به پدرای محترم مراجعت میکنم. متاسفانه پدرای ما، برادرای بزرگی ما، عمکا و تقوهای ما در هر جایی که بشینن با شکایت میکنن ای فرزنداشو، شکایت میکنن ای خانگیاشو، خیال میکنن که خیلی دل مردم میسوزه. اگر همون شخصی که با او شکایت میکنی دوست رفیقت باشه، بیچاره محزون اندوهگین میشه برای تو، اشتهاش میگریزه، خوابش میپره، تو در حق همون دوست جور میکنی. اما اگر دشمنت باشه لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم میگه، وقتش خوش میشه، حال طیب بد میگه در دلش، جون مرگ حال طیب بد. از همین خاطر نگی نمیگه پورا. ببینه همین مسجد اصلا جای شکایت، جای گیله و جنگیله نیست. افسوس و صد افسوس که تا حالی را ما خیال میکنیم که یگان خانقاه های، کلوب های، یگان چایخانه های، گپخری میویم، گپگویی میویم. مسجد جای خیلی سخنان نیست. اگر ذکر کرده نمیتونی لااقل خاموش باش، انشالله اجر ثواب میگیری. همون خاموشی برای تو خیلی مرتبه و خیلی منزله داره. از اسلم روایت میکند امام ترمذی که روز حضرت عمر رضی الله عنه نزد ابوبکر صدیق در اومد، دید که حضرت زبانش کشیده برو ورده است میپوچه. گفت مه غفر الله لک، این کار نکه. گفت یا صدیق خداوند مغفرتت کنه. آی بیچاره زبان تو چی قدر میپوچی؟ این زبان ذکر میگه، این زبان لا اله الا الله محمد رسول الله میگه، تو نخواهی زبانی بیچاره را پوچی و زجرش کنی؟ اما مسئول این پگه همون زبان بلاد با شکایت نکنه. حضرت صدیق گفت این هذا اوردنی شر الموارد، همین خونه سختای زبان گفت در بدترین حالت ها می اندازم.
هر وقت یگان خجالت دیدم از روی می زبان میبینم، هر وقت در پیش یگان کس خجل شرمسار شدم از روی می زبان میشم. صدیق با او حلیمیش، با او مهربانیش، با او بزرگی از دست زبان شکایت کرده و زبانم میپوچه. ما این خونه سوخته را در پشتی دندانا به جا میکنیم، در وقت لازمی خاموشیم، وقتی که لازم نیست بعد لق نمیدرویم. زبان اگر اداره نکنیم وای به حال ما. در حدیث اومده است پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود ان ابغض الناس الی و ابعدهم منی مجلسا یوم القیامه اسوأهم اخلاقا و الثرثارون والمتشدقون والمتفیهقون. گفت از همه منفورترین شما نزدی من. این من ابغضکم الی، بدترین منفورترین شما نزدی من. و ابعدکم منی مجلسا یوم القیامه، و دورترین شما فردا روز قیامت از نزدی من سه طایفه مردمان، چهار طایفه. یکم اسوأکم اخلاقا، کسایی که اخلاقی بد دارن، خلق اخلاقی بد اخلاق هستند. دوم سرسارون لقی ها. سوم متشدقون، کسایی که بسیار پردبدبه کلام میکنن، سخنهای ساخته میگن، همون سخنی را میگن که اصلا اوخی زیبنده نیست، هر که به خودش یک جای داره، یک مکان داره از برای خدا. ده کلمه را از یاد کنی و بعد همون را دائم بشینی و بخیزی بگوی، همون از روی عقل فراست است. نه. والمتفیهقون یعنی که متکبرون. همین طایفه ها بدترین شما در نزد من هستند و فردا روز قیامت از روی منزلت مکان از همه دورترین هستند. از حضرت پرسیدن که مردم به چی سبب از همه بیشتر داخل دوزخ میشوند؟ گفت به سبب دهن و به سبب فرج. به همین دو سبب از همه بیشتر مردم داخل دوزخ فم و فرج میکنه، دهن و فرج. از همه خاطر اگر ما آداب سؤال یاد بگیریم، آداب کلام یاد بگیریم، سخن گفتن با آموزیم، انشالله این به فایده و منفعت ماست. نه که اگر یاد نگرفتیم وای به حال ما. بهترش خاموش باشیم. خاموشی در اون صورت برای ما اولاتر از گفتار است. شیخ ابو عمرو ابن مطر روایت میکند که روز به مجلس ابو عثمان حیری شیخ بزرگی متصوف داخل شدم. حضرت میگه در هم جاش برمد نشست، مردم همه منتظر که یک کی گپ میزده باشه. استاد مردم حوصله‌شو سر رفت. یک نفرش گفت یا ابو عثمان ترى ان تقول فی سکوتک شیئا. ای ابو عثمان، گفت تو میخواهی بگوی که همین سکوتی تو یگون معنی داره؟ تو به همین یگون چی ما را تعلیم دادنی؟ در جواب میگه یک شعری را گفت و غیر التقی یأمر الناس بالتقى طبیب یداوی و طبیب مریض. شخصی که خودش تقوا نداره و مردم دیگر را به تقوا دعوت میکنه، این مسئله این طبیب را میمونه که خودش بیمار است، دعوای طبابت دیگران را میکنه. مسئله کلی را میمونه که سر خودش طبابت کرده نمیتونه و دعوای طبابت کلهای دیگر داره. فارتفعت الاصوات بالبکاء والضجیج. در همین حالت میگه گریه و ناله بسیار بلند شد در جامعه. ببینه اگر به شرط هم خاموش نمی ایستاد، سوالش نمی کردن، جواب نمی داد، این قدر در مردم تأثیر نداشت. حضرت مولوی میگه ای خاموشی مغزی منی، پرده آن نغزی منی، کمتری فضل خاموشی کش نبود خوف و رجا. ای خاموشی تو مغزی منی، میگه زیرا تو پرده نغزی من، پرده خدای منی. بهترین کمترین فضیلت خاموشی ای است که نه ترس داری و نه امید. یک گپ میگوی با تلخ میشه، اوه بچه چی میگفته باشن، عاقبتش چی میشیده باشه، یا یگون چی میداده باشن. اگه خاموش که استادی دیگه نه در دل دیگه خوف است نه رجا است. مردی سخن را چی خبر، از خاموشی هم چه شکر،
خشک چی داند چی بود ترلللا ترلللا. آدم سخنگو میگه چی میدونه که این خاموشی چی لذت داره. خشک ای نهرهای پر آب شیرین و گوارا چی خبر داره میگه. اما همه ای در صورتی هست که تو گپ خوب نداشته باشی، سخن نیک نداشته باشی. اگر سخن نیک داری، اگر مردم پند نصیحت کرده میتونی، در اون صورت اگر خاموش استادی گناهگار میشی. ایران فراموش نکنی. متاسفانه بعضی شیخای داریم که در مجلس میان میشینن 2 ساعت خاموش، یک کسم جرأت نمیکنه بیچاره را یا سوال بته، نه میگه یا سوال بته که مریدا ای هرس میپسوننش. هو بی ادبی نکنی. بعد میخیزه میره و نه یگان کس از علمش فایده و منفعت حاصل میکنه، نه خودش یک فایده و ثواب میگیره به گفتنش مثلا علمی که داره به دیگرو به تعلیم دادن. این درست نیست. هر کسی علم پنهان میکند، پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموده است فردا روز قیامت او را لجام آتشین میزنن، در دهنش لجام میزنن از علو. کسی را خدای تعالی علم و فضل داده است حتما باید به مردم برسونه، اگر نرسون گناهگاره. به قرینه آیه قرآن استعیذ پنهان میکند، پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموده است فردا روز قیامت او را لجام آتشین میزنن، در دهنش لجام میزنن از علو. کسی را خدای تعالی علم و فضل داده است حتما باید به مردم برسونه، اگر نرسون گناهگاره. به قرینه آیه قرآن استعیذ بالله ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. الآیه خداوند میگه البته باید در بین شما قوم‌های باشن که دعوت به کار خیر کنن، امر به معروف کنن، از منکرات مردم باز دارن. اگر نکردن ترک واجب اسلامی می شود، فردا روز قیامت در پیش خدا جواب بگن. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم در چندین موضوع تأکید کرده است لأن یهدی الله بک رجلا واحدا خیر لک من حمر نعم و فی روایت خیر لک من الدنیا و ما فیها. اگر خداوند میگه به دستی تو یک آدمی را هدایت کنه، با شرافت گفتاری تو یک آدم مورد هدایت خدا قرار بگیره، برای تو از شتران سرخموی که بهترین گرانبهاترین مال عرب بود بهتر و بالاتر است. در یک روایت اومده است که از دنیا و تمام نوش نعمت دنیا برای تو بهتر است. از این خاطر اگر ما خاموش باشیم چنان دیگر را هدایت بکنیم. سبحان الله. سال 2008 مسکو رفته بودیم، بعدی بازگشت مولوی عبدالحی دیدیم، استاد خدا نگهبانش باشه. گفت چند برادر و بچه ها اومدن گسیل مکردن تا ایرپورت، بعد گفتن که حضرت ها از نام ما به عالما دعا و سلام برسونه. گفتیم حتما میرسونیم. گفتم به عالمای زنده، به مرده ها نه. میگه حیران شدیم سبحان الله، ولی ما هم قبرستان میریم سلام شما را به مرده ها برسونیم، به همون زنده ها میرسونیم. زنده و مرده گفته کی را در نظر داره؟ میگه گفتن کسی که دعوت میکند، از خدا و پیغمبر گپ میزند، مردم از حقیقت با خبر میکند و زنده هست. اما کسی علم پنهان میکند، خاموش خب میآید تعام دلنجه میخوره و ای پشتی کارش میروه، او در حساب مرده ها است، زنده نیست. حقیقت دارد این بچه ها، حقیقت دارد. گر بدانی که نشنوند بگوی، آنچه دانی زینک خواهی و پند. زود باشد که خیره سر بینی، به دو پای افتاده اندر بند. دست بر دست میزند که دریغ، نشنیدیم حدیثی دانشمند. حتی همون کسایی که به گفته ایت عمل نمیکنن یک روز پشیمان میشوند، افسوس صد افسوس که ما گپ فلانی را نگرفتیم. میگن شاید چند کسی دیگه از زبان اینا میشنود اصلاح میشود. ببینه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در حدیثی که امام بخاری آورده است بیان کرد من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت.
هر کس ایمان به خدا و روز آخرت دارد سخن نیک گوید یا خاموش بسته. اگر سخن نیک داشته باشه سخن نیک بگه، اول سخن آورد از حضرت. اما اگر سخن نیک نداشته باشه و هیچ گفتاری نداشته باشه در اون صورت خاموش بسته، برای او را خاموشی اولا است. وقتم قریب تمام شده است. در آخر یک قصه را از مثنوی شریف میکنیم. چه بخشید که از مثنوی قصه نگفته بودیم، بعد انشالله به همه صحبت حسن خاتمه میبخشیم و هفته آینده بعد انشالله با ادامه خواهیم داد. حضرت مولوی قصه میکند آن کری را گفت افزون مایه که تو را رنجور شد همسایه. یک کر بوده است. یک روز یک آدم میگه که نمیره همسایت خبر بگیری، همسایت کسل شده است، عیادت بیمار واجبه و تو باید برای از احوال همسایت با خبر شوی. همسایه در ذمه ده حق داره، هم حق برادری اسلامی و هم حق همسایگی. گفت با خود کر که با گوشی گران من ندریابم ز گفتی آن جوان. خاصه رنجور و ضعیف آواز شد، لیک باید رفت آنجا نیست بود. کر به خود اندیشه کرد، آخه گفت این همسایم ایم اول استگب بود، گپش حیله بفهمیدم، آلی که بیمار شده استی گپش نفهمم چکار کنم، نه که ایلاج نیست، یا به عیادت رفتن در کار. بعد کری بیچاره نقشه میکشه، پلان میکشه، مثل پلانای بربراس ای بعضی جوانای ما، ای بچه زن نمیگیری ولی فلان کار میکنم فلان کار میکنم، ای خدا جون تماس کنه، تا او کارا را میکنی که مسافت میشه دیگه زن چیکار میکنی، در سر دیلت میزنی. کر نقشه میکشه، چون ببینم کان لبش جنبان شود من قیاس گیرم اون رو از خیرت. گفت پیشش در اومدم که سلامش دادم، دیدم که لباش می جنبه، میفهمم که انشالله میفهمید است، عقلش در جوش بوده است. چون بپرسم چونی ای محنت کشم، او بخواهد گفت نیکم یا خوشم. بعد میپرسمش که احوال چه خیلی؟ همه آدم ها عادتا میگن خوبیم الحمدلله بهتر شدگیم. من بگویم شکر چی خوردی ابا، او بگوید شربت یا ماشبا. میگم شکرانه خدا که احوالات خوبتر شده است. چی خوردی؟ طعام چی خورده بودی؟ یگان طعام نامه گرفتگی استوخی. من بگویم صحه نوشد باد آن، از طبیبان پیشی تو گوید فلان. میگم آشی تنت شود، کدام طبیب میاد پیشت خبر گیری؟ نام یگان طبیب البته میگرفتگی است. من بگویم بس مبارک پاست او، چون که او آید شود کارت نکو. انشالله میگم او که بیاید او بسیار پای قدمی سبک داره، او که اومد مسئلت حل جانت خلاص میشود، شفا میابی. این جوابات قیاسی راست کرد، عکسی آن واقع شده آزاد مرد. بیچاره نقشه کشید، چلوک پرید پلگید بخرس پلگید. کردر آمد پیش رنجور و نشست، بر سر او خش همه مالی دست. گفت چونی؟ گفت مردم. گفت شکر. گشت از این رنجور پر آزار و نکر، که این چی شکر است این عدوی ما بوده است. کر قیاس کرده آن کج آمد است. بیچاره ای بیمار گفت خونه سوخته دشمنی ما. ای چی؟ ای بیمارم ای بیمارای استاندارد نی نبوده است. توخی میپرسه چی حال داری؟ میگه مردم. بیچاره کرگپی اون را نفهمه، با هم نقشه خودش گفت شکری خدا. بعد از آن گفتش چی خوردی؟ گفت زهر. گفت نوشد باد افزون گشت قهر. بعد از آن گفت از طبیبان کیست او، کو همه آید به چاره پیشی تو. گفت جورا کدام طبیب تر خبرگیری میآید و طبابتت میکنه؟ این دیگه از رنگ هم کر بیزار شده است، تیز خلاص شم گفته. گفت عزراییل می آید بیرو. گفت پایش بس مبارک شاد شد. این زمان از نزد او آیم برد، گفتم او را تا که باشد غم خورد. گفت نباشه پروا نکن، حاضی ای پیشش اومده استم. گفتم غمی امی را بخواه در قیسش باش، انشالله مسئلت حل، بے پروا باش. کر بگفت او
کر بگفت اینو برون شد شادمان، شکر که کردم مراعات